به نام خدا و عرض سلام و احترام به خدمت شما بینندگان عزیز کانال زیبایی افغانستان. خوشحالم که یک روز دیگری الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای نازنین، امروز به فرمایش شما دوستا آمدیم به ولسوالی پشت زرغون به گنج سلیمی. بسیار یک گنج بزرگیه، یک گنجی است که هزاران نفر اینجا میایه. چند نوع معامله دارم اینجا از حساب سکیل و موتر و گو و گوسپند و دیکندری و قصبی و میوه خشک و تر اینجا موجوده. بسیار گنج بزرگه. دوستا شما خواهشمندیم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. به خدمت شما هستیم. کانال زیبایی افغانستان سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم. ما به خدمت شما هستیم. بیاین که خود شما بریم به داخل گنج. بینندگان عزیز، بازم خوش آمدیم. طوری که پیشتر گفتم آمدیم به گنج سلیمی که مربوط به پشت زرغون میشه. بسیار یک گنج بزرگیه که اینجا گو، گوسپند و دیگه چیزا اینجا فروخته میشه. کاکا مونده نباشیم. اول شما خوبه؟ صحتمند هستیم. شما مونده نباشیم. اول شما خوبه؟ سلامت باشیم. کاکا جان، بزی گنج بیشتر چی خرید فروش میشه؟ بیشتر بزی گنج دیگه برو گو خرید فروش میشه، گوسپند خرید فروش میشه، سکل خرید فروش میشه. گنج خوب و بزرگ کلونیه، گنج برابریه. فکر کنم میوه‌جات هم هست. میوه‌جات هم زیاده. مردم باغ داره. از اون شهر شلیر، شفتالو، سرغم، انگور، خربزه است که به ایراد ما و شما به این منطقه دیگه بی‌ترتر نداره. بسیار خوب. خب شما اینجا معلوم میشیم چیکار میکنید؟ ما اینجا برو همین دو موترگو از مونه. ما پین بلو گذره از بعد که گنج خوبیه دو موترگو بیاوردیم اینجا که به امید خدا بفروشیم. بفروختیم. دو تای بفروختیم. خب اینا لیشته فروختیم. اینا کی خریده بودیم؟ اینا ما دست فروشیم برو. از این گنج میخریم با بزی گنج گو 500 1000 با میاریم میفروشیم. همین پرده ما با این میشه دیگه. خوبش. خب چند روز میشه گوار خریده بودیم؟ گوار دیروز بخریدیم، پره روز بخریدیم، بعد 10 روز میشه. همین دیروز پره رو که بخریدیم برای شما چند مونده که فروختیم؟ همینا دو تا بفروختیم 2000 برای ما بود. 2000. تا 4 تا دیگه هم میفروشی. 5-6 هزار میشه. شکر خدایا. والله شکر. پرده ما میشه. چند سال میشه داخل گنجیم کاکا؟ یار تقریبا 40 سال میشه. نام خدا. پس کنده بازاریم دیگه. کنده بازاریم. من نباشه. خب شما به چی کار آمدین؟ ما معامله گو داریم برو. خب همینجی داخل از همینجی میخریم پس میفروشیم. بعضم داخل گنجا میخرم داخل گنجا. خب اگر نخرم مثلا خرم پام میبره به خونه دیگه. جا دارین که وش؟ بله. خب گوسپند هم دارین؟ نه فقط معامله گو. از صبح تا خرید فروش هم میکنید؟ نه فعلا راه تازه اومده تا شد. خب به دل شما از چی بخرید؟ به دل ما از گوسالا ابلاغ از 20 هیلا میخریم. این موقع گوسالا نصب. اینا میخریم مال میفروشیم یا میبرین جمع میخریم میفروشیم جمع می. خب ایت شده باشه یک روزی یک شخص از شما کاسب‌تر بوده باشه به سر شما کلا رفته باشه؟ اشتباه میشه. صد بار شده. شما به سر کسی کلا برفتین؟ نه من نرفتم. نه سعی کنیم فکر کنیم مال یک حیوانی بخریدیم همینجی. بله. مثال میگم 1 لک قیمت اینه. به می 1 لک ولی شما چند بدم که پس میدیم برای اینا؟ به می 1 لک 5000 بدم میبره. 5000 روپیه؟ خیلی نیه. خیلی نیه دیگه. کاکا میگم 2 روز می شما چرخ میدیم 1000 ارگه مونده. با گوه است که بعد 2,20,000 بخریدیم 75,000 تومن هم بده. تاون کو دیگه چیزی ما قاعده هم دیگه چیزی. پس شما خونتمای 100%. بخیر باشیم دوستان نازنین. ماما جان شما فکر کنم که خوب کاسبیم به این منطقه. چند سال میشه داخل می گنج سلیمی هستی؟ با می گنج سلیمی و می گنجات یعنی عمر خلاص شد دیگه. چند ساله این؟ یعنی 57 هستم. 57.
57 16 بده بودیم داخل. آه دیگه شما تیپ ما تیپ ما تاگه کم میگی نه 57 بیشتر نیم خب به خاطر بذارم دوی تا مگه دیگه بود دوباره خراب میشه که خب بسیار خوب. از صبح چیزی هم بخرید؟ نه نفروختیم من. تازه اومده تازه آمده. از که دو دیم. از شهریم از شهر آمده. و هفته چند بار اینجا گنج میشه؟ هفته دیر بازو کدو روزا؟ پنجشنبه و دوشنبه پنجشنبه و دوشنبه. بخیر باشیم. کاکا خوشحال شدیم. سلامت باشیم. تشکر. خیر بینیم. خیر بینیم. همه چیز هست. خیر. یک جای آمده ما که همین چند نفر همین قالمقال سودا بچون سودا قالمقال داره درسته؟ انا بسای کنی اینا چی آمدن که بخرم همینجا؟ همه گوساله از ما میخره. ای تو هم شما نه؟ او هم از ما نه. خب این چند گفتیم؟ این با 27,500 گفتیم میگه بعد به 26,500. خوبه دیگه کاکا کی میگه؟ دیگه فایده نمیکنه اون یکی باستا اون. اون شخص کی نه؟ با 6,000 میخره. 1000 کوچانه داره دیگه همون شخصی که به 26 میخرن کی نه؟ من همینه پشت سر. میخرم بله میخره. 26,000 ماه. شما گفتم 27,500 خیر گفتم 27,000. خب شما به چند ماه؟ ما به 6,000 ماه نه میگه به 1000 فرق میکنه. دست خود بگذارید. نسبت کنیم. نه دیگه با خاله چه نه باز او اول 5.5 بود ما به 6,000. یک چیزی میگم دیگه نمیشه. نه دیگه نمیشه. همین آدم هم جوانه شما هم جوان و برابره. اینا فایده برای اینا برای من میکنه. 6000 حساب کنیم. با 6,000 که خود میمونه ما گفتیم با او تا اون میکنه اون خودی افزایشینه. اینا فایده خوب خوردن و فایده خوب میخورن. حالا ولی برای ما باز چیز میشه. این مردم بیننده ما شما رو نگاه میکنم. میگم این لالا چری تو آدم سختگیری نه ایتون سگو شما ایتون نکنی این با 27 نیم بیکن و اینا میگه با 6,000 ما با 5.5 گفتیم آخر به ما گفتم با آخر گفتم با 7,000 اینا میگه با 6,000 اون یک سال هم اینا میخره برای من 6 بگذارید نه با 6 تاون میکنه او تاون با 6 تاون میکنه به نیم خله میشه شما بگذارید دست شما بگذارید دست کرا مصرف خله میشه برای 200 دیگه هم برای اینا بس 200 نه گردن ما نه فایده نمیکنه او تاون میکنه برای او تاون میکنه اگه تاون نمیکردم تو میگفتم بچسبون برای نمیکنه برای 300 شما نه بس 300 نه با 500 بابا 6 نیم برای می جوان یک چک چک به افتخار نبره معامله باشد برای دست خیلی خاطر میادم 500 ما کم کنم و دیگه کس نه نصیب از لالا باش مر پولای باش ما نصیب از لالا شما را کنید بیننده عزیز کمک که بچه بالا خدین خیر بینیم کامرا تک خاطر شما 500 ما کم کن خیر بینیم تشکر شما شما را کنیم برات پولا شما را کنیم برات کسیمونیه باش که پول نقد باشه کی میشه آقا بیا تو بده فینانه دیگه من فینانه میده آدم درسته ما این صدا ولا استونه یک پنجی کم نیه به خاطر از 500 ما کم کنیم پول نقد لالا شما بیاین یک دقیقه جلوی ما شما بیاین بیاین قیق نکشیم یک دقیقه اجازه بدیم من از اینا بپرسم لالا سعی کنی چی شده میره گوش کنی لالا نگاه کنی رفیق ما چی شد من فینانه شیر تو با شیشینی خلاص گوش کنی لالا به 6 یک کپ ما به شما میگم سعی کنی از این همین به 500 اگر بیارزه میارزه اگه نیارزه به هیچی نمیارزه خب با ما سعی کنیم ما با بحث این معامله ما اگه به جمع کردن مثل به 1000 هم با جمع کردن مال بر مسلمانی بدیم یک 500 1000 به شما میدم نمیدم خب خونه از پر شده اول صدا استون دوم استون و 27 لالا میشه با 6 که ما خاطر میادم 500 خیر باشه اصلا نه ها دیگه بیاین دوستای نازنین همراه ها دیگه ها کاکا بله آنی بله بیاین پلا شما رو بیاین پس خدیم بیننده عزیز بیاین بیاین جلوی دوربین بریم پولای شما رو کنیم ودی پولای اشتا خریدار پیدا کردن شما 500 گرم میشه چوب کنیم بچه‌ها یک دقیقه اجازه بدید خاطر مشتریان چند دیوانه میچسبه
دیگه هر چی مای به خدمت تو است. یک پیسه ما با تعاون هستم. یک دو جا کنه یک گریپی من نمایم خدا بر دوی طرف بسم الله الرحمن الرحیم. باشه پشتو باشه. Celor, Dumnezeu, pași, oată, nă, lastă-i, volăstă-i, شیرینی مسلمان دیگه اینا رو مکان کسی نمیونه 20000 شو خداوند به شما مال گرد. 20000 6000 دیگر هم 6,5 دیگر هم خب خدا خیر پیش کنه کی فایده میده به این فلالا کی فایده میده خیر بینیم که بیشتر درست کنیم بینندای عزیز به کمک برادرها شلوغ میکنم ما رو به حساب میکنم نمیگذارن کل برنامه رو ما تبدیل خوب صبر بکنی خب خیر کاکا جان مونده نباشید جور باشیم اول شما خوبه صحتمند هستی شکر خب اینجا معلوم میشیم همیشه گو میخریم میفروشیم خب معامله گو گوسپند داره معامله گو خب اینا که بخریدیم نی از بچه‌ها خب بیر ما این بخریم این چند گفتیم کاکا 70000 70000 اگه خب اگه به گوشت بگیم چند کیلو داره 100 کیلو 100 کیلو کیلو چند میشه 700 700 100 کیلو بیشتر داره ها بیشتر دارم با 100 کیلو گفتم بیشتر یک گوسفند مال 40 50 60 کیلو داره این اگه 100 کیلو باشه به 70000 کیلو چند میفته که 700 دیگه درسته ها کاکا خب دیگه بله خب 70000 100 کیلو 700 خب کاکا بله بستون نمیتالی چیزی هم نه تو هم یک گوی بیده که بفروختیم امور بفروختی بله خب چند روز میشه پیش شما نمیگو هیچی تازه خریدیم خب امال بخریدی امال بفروختی نفر 300 بگیر ما بیام چنده نفر 300 300 چند نفری 2 نفر خب 2 نفریم دیگه ما این بستونیم و بفروشیم همیشه بخر بفروش داریم خب اگه مثال میگم بمونه به پیش ما جا داریم میبریم مالی بده میبریم از که دو دیم ولی میرگول خب چریت گنج بی سر و بی پای سلیمی همیشه میتونه مدام امرو کمه امروز با کم دیگه روزا گنجا بیشتر نام خدا که کامه یک ذره اگه اضافه باشه چیکار میشه خب میگم دیگه چی کاکا اینجا خرید فروش میشه هر شیاتی خب هر شیاتی شما کاکا چند سال داخل میگنجی ممکن داره 40 سال بشه 40 سال بله همین برادرها از هر کس میپرسیم از 40 سال و 50 سال و 30 سال کمتر همین گنجی که به دروازه ملک بیدک ما به گنج خب دروازه بفهمیدم خب اسپین آدم یک وقتی بیدک یاد میدیم به اسپین سر فلکه بیاد مده اونجا بچون با خدا و امروزا عید می آوردیم دروازه عراق دروازه عراق بسیار خوب گزارش زندگی میشه ها شکر از خدای خدا چند سال کاکا هستی 75 بله نام خدا تکرار بود انو تکریم خب کاکا خوشحال شدیم از دیدن شما خدا شما داشته باشه بسیار تشکر از شما
دوستای نازنین آمدیم به کنار اجیماما که اینجا قرار که دیگه یک 3-4-5 تا گو به دست از اینا یمیت کسی هم به پیش از اینا نمیآیه پیش نمیآیه حقیقت الستی آدمی که ما متوجه شدیم شما میت تنهاییم کاکا خیریت باشه یا گیرون فروشیم یک خب باز اسم شما را از آخر میپرسیم یا اینا رو به فروشی نآوردیم چی گپه اینا رو به فروشی بیاوردم خب مردم های خمتمه میگن اینا نیمه بی بدی به من که دل نمیشه که اینا نیمه بی بدم خب. همینجی بلند سر استادیم تا خدا برابر کنه یک مسلمانی موافق کنه گو شیری ماسته باشه بدم بزو خب. اینا رو ارزون میدم کدوم که گو شیری همین گو شیری مایه کردیه گو سالم برادیو خب چند شیر میده کاکا این یک من شیر بیده همین روزا به همه هر روز او هم شیریه او هم شیریه خب او چند شیر میده او 3 کیلو بیده 3 کیلو اوه. خب کاکا جو همین گوا که فعلا من دست شما هست اینا بم خونم هست بله او خب ماسا از اینا دوغا از اینا به همسایا مثل قدیم میدیم یا نه میفروشیم همین همسایه که چیزی نداشته باشه بزرگ میدیم اگر زیاد شد ری میکنیم به شهری ها دوغا اینا روغن اینا رو میگیریم چرا برنامه شهر روغن خوش نداره روغن زد خب. اینمی دوغا اینا ری میکنیم بزرگ بشکی صدریفی به ما ایت میدن شده باشه کسی بیامده باشه به در سرا تک تک کده باشه که یک کاسه دوغه بدیم چیزی بجو ندادیم نامید کردیم شو اول خدا از ما بپرسه دوغ چی تا بزرگ ماست هم نداده باشیم اولادا زیاده یک چک به مفتخار کاکا بر بسیار تشکر کاکا جان شما لطف کردیم خیر ببینیم خیر بسیار بینیم تشکر که شما زحمت سلامت کشیدیم باشین قربان که شما از ما مردم دیدن کردیم وظیفه خیلی خوشحال شدیم تشکر از شما زنده سلامت باشین. باشیم ما هم دعا میکنیم که هر کدومی 20,000 به شما روزی کنه خداوند چی بگم دیگه خداوند شما خیر بده 2000 هم بکنه خوبه کاکا آدم انصافتاریم ما میگم 20,000 برای اینا بمونه میگم به 2,000 ما به رسید 2000 ما رسیدیم خدا برکت بده آمین که یک مسلمان دیگه هم خیر ببینه از برادران خواهش میکنیم عرض میکنیم که مینوکا به پیش ماما بمونده شاید به 30 سال دیگه فروخته نشه یک ثواب کلونی میکنیم اینا رو از گردن از اینا خطالیم دستوردار و کلاوردار نیایه آدم پولدار بیای فدا شهریو دستکن نباشه که بدی برو کنی نه شما کاکا بزی نمیخوریم نه انشالله بنزین بنزین نمیخوریم. نمیخوریم انشالله بیاری خدا 50 سال خیر می کار بدیدم من خدا به تواف از تو خانه ببر از این کار الهی شکر. بچه بداد اولاد بداد زمین بداد باغ بداد نعمت های خدا از همه به من بیشتر داده کاکا جو چند سال هستیم من دو کم 70-68 خب مستفید هم نشدیم دل شما خوب بالایه همین تا دل من بالای که عمالی میگم همینا هر کردم بزنم بفته بوبا میفته هم برادر آباد جین هر کردم و خیر باشین کاکای ما پدرمت یار باشین سلامت باشین زنده باشین بیننده‌های عزیز بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. امروز خاص به خاطر شما آمدیم به گنج سلیمی که حتما شما دوستایی که به کشورها خارجیم به زی گنج بیامدیم چون این گنج از حال نیش کمتر از 100 سال نمیشه که این گنج فعال شده. به زینجگاه در کنار جناب محترم وکیل صاحب همین گنج هستیم. خور معرفی میکنم سعی کنید که اینا چی مدت میشه مسئولیت می گنج به دوش از اینایه و به چی خاطر شما اینجا استادیم. آیا نظارت فروختن میکنید که کسی بنزین نده یا گیرون نده یا کار دیگه مونده نباشه؟ سلامت بخیر. اول شما خوبه؟ بخیر. سلامت باشید. اول کنم شریف خور بگیم. نام خدایرام است. خب بله. از این منطقه؟ از این منطقه ولسوالی پشت زرغون ولی سلطان آباد ولی به نام ماست. خب سلطان آباد چند وقت میشه داخل میگنجیم شما؟ ما تقریبا 7 سال 6 سال میشه وکیل میگنجم. خب بسیار خوب. شما چه کار میکنیم اینجا؟ ما با طریق امی استادیم از طریق امی دوستا. خب که ما استاده کرده به هدایت امی مردم. خب از طریق نظارت دولت. خب که یک جنجالی نکنه
یک دوزی نشه، یک غرضی مردم با هم دیگر باشه، در موضوعی که یک گواه جنجالی داشته باشه، به طریق همینا به واسطه همین مردم همینجا داخل همین گنج همین کار میکنیم بعضا. خب شما دیگه همین صبح گنج که میاییم تمام گنج نظارت میکنیم؟ تمام گنج نظارت که نظارت گوش به دوش منه. خب که رون نبره بگم به شهر میگردونی همون چرا؟ به خاطر این میبری که رون به شهر به گرونی میپرشه، اینجا پالو و استخون به مردم میدنی، باید رون و پالو همه چیزی که هسته به یک طریق به اینجا پرخته شه به مردم داده شود. وکیل صاحب نام خدا گنج کلونیه، فکر کنم که 200-300 تا گاو گوسفند کشته میشه اینجا، نمیشه؟ خیلی میشه که هرچی که بگی که گوگاله که بیلن کمه که هوا گرمه گو کم کشته میشه نی خاطر که اینجا برق نی به خاطر اینکه یخچالان گوشت کم کشتن به زمستونه که بهش هرچی میگی کشته میشه. خب تعداد مردم بیشتر میشه. از کجا مردم میایم به اینجا؟ از شهر میه، خب از عقوبی میه، از ماروا میه، تمام منطقه به همین گنج میه. و میگن چند سال میشه گنج اینجا؟ این گنج که از وقت ابتدا شده تقریبا 25 سال میتونه میشه که گنج. خب 25 سال میشه. خاطر خشت همین گنج ما گذاشتیم. خشت همین گنج شما بومی همین منطقه؟ ما منطقه بود. خب شما چی رقم کار میکنیم اینجا؟ ما همین کار میکنیم مثلا دوست میکنیم. نه اون نمیگم، از حساب حقوق ماش میگیریم از نه حقوق همین دوستا خود اینا افتخار خود کار کردم 100 روپی 500 روپی 1000 روپی همین دوستا میده پرده من میشه کار از اونا میشه. به چی روزا؟ به می روزا گنج؟ نه روزا گنج. خب اگه گاو مثال میگم یک شخص بفروخته باشه بله. برای شما شیرینی هم میده؟ اون میده اون میده خب شیرین شما میتونیم نگاه کنید که بعضا شاید بفروشم؟ نه اونی اون سر همون موضوع گاو که بودم از همون شیرینی میده. او که نبود بپرشو به ما مربوط نمیشه. بسیار تشکر از شما، لطف کردیم. خیر ببینیم. خدا من شما خیر بده. بسیار تشکر. سلامت باشید. خیر باشید. لالا جو مونده نباشین. اول شما خوبه؟ سلامت باشین. اینجا ترمز چای داریم. چای چیه؟ سیاه یا سبز؟ سبزه. آتش روشن کردیم. توقات و منگال. همین روزا گنج اینجا گاهیم. خب اونا رو تست کردیم یا بخریم؟ چی میفروشیم؟ اونا مردمه. خب هر کس اسمی بروی نوشته. خب از صبح چند دونه منگال و توقاش تست کردیم؟ 15 تا چنده؟ خب یعنی 400 از صبح کار کردیم. خب 400 شما کار کردیم، ساعت هم که وقت تقریبا 9 بجه شده. چندی از این 400 مصرف شده؟ 300 دیگه به شما میمونه. خب اگه خدا بده تا به دمی که گنج به هم میخوره چند دیگه کار کردیم به شما که معلومه چی نمیگن 600 بعد خرج و مصرف شما. خب با ما چند روز اینجا میاییم؟ 8 روز. 8 تا 600 میشه چیزی کم 5000. خب در کنار از این دیگه کاری هم داریم یا نه وظیفه شما مینه؟ کجا با بیشتر میریم؟ خب با بیرون با نمیریم؟ تا کجا برفتی که دور بیدار؟ بزوسم تا این طرف او به چی؟ خب چی وسیله داریم؟ با موتور. خب این روز شده باشه از صبح برفته باشیم دم دستگاه خل به غلط تا کرده باشیم تا باشیم دستلاف نکردیم. این شده باشه روزی رفته باشیم از صبح تا باشیم 2000 کار کرده باشیم. چند آخرین روزی که کار کردیم از بیشتر نبیده چندی؟ 5 سال. گزاری زندگی میشه. چند سال وظیفه شده؟ 25 سال. رزی هستیم؟ الهی شکر. چی میگم بزی کار شما؟ آهنگری. خب خوشحال شدیم برادرم. خدای پاک رونق بده کاربار شما.
بینندای عزیز، شاعر گفته ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من، جیگرم افته گردیدی زود به کیسه خوکو. مانده نباشیم لالا. اول شما خوبه؟ میشه استاده شیم، بخشش باشه. خواهش میکنم. دوستای نازنین، گوشتایی که شما به تصویر میبینیم اینا گوساله یا گوه؟ گوه جلو. وطنی. بله. به به. امیت یک گوشتا نرم چرب برابری هست دوستا، اگر اینا رو بخریم امیر ببریم بگذاریم به یخچال گردن و بند باشه خوب کیف میکنیم. سعی کنیم. خب این رون گفته میشه. بله آرون. خب اینا برای ما کیلو چند میدیم؟ 270 جیبه. 270. بله. خب گوسپند هم داریم. گوسپندی دم کارامور دارم به سینیم ساده. خب ما بعضا گنجا بیامادیم که وقتی میایم از شما گوشت میخریم به 100-200 نوبت نمیرسه که شما جواب مشتری رو بدیم. ما خیلی آمادم اینجی جلویتر خوب بیده که مردم به حساب چیزی ندارم که بزرگ اینجا هم سسته. انمیر مستمع شما بپرسم ما با گپ ما برسیدیم. خب از صبح تا حال چند کیلو فروختیم؟ چندی بکشتیم؟ گو از صبح 100 تا 4 تا گو کشتیم. 1-4 کیلو گوشتی هم بفروختیم. 1000 گو 1 کیلو. بله. خب مثال میزنیم خدا کو بکنه که اینا همه تا ساعت 10 بجه 11 بجه گفتن کی برابر پست پیاز نمونه همه فروخته شه تبدل شما. مثال میگیم همین گوشتا کلا خودش جیگرا و شکمبا و چیا و پاچکا همه میمونه. چیکار میکنیم؟ اینا رو انتقال میدیم به شهر، به داخل سردخونه داریم اینجی امکانات هست شکر، برق یخچال اینا هست شکر. خب پس شما از شهر آمدیم؟ بله از شهر این مسلمان هم که بده هم اینا هم یخچال دارم یخ مقدارم کاربار اینا مجهز شد. یعنی شما فعلا به شهر قصبی دارید؟ بله ما به سرتونده پر رگینه هم هستیم، به اینجا هم هستیم، به تونیون هم هستیم. چند سال میشه شغل شما نه؟ این شغل بگو بابچه پدریه دیگه معلوم نیه از 100 سال بشه 80 سال بشه امیت بمونده دست به دست. بیننده عزیز میفهمن که اینا هیچ وقت بر اینجا از اینا خیلی نیه. نه همیشه به خونه شما مردم گوشته. شکر الحمدلله سر شکر. جیگره از اینا دونی چنده؟ کیلویه، کیلو 200 میدیم، به 200 هم میدیم، به 300 هم. گوساله گو بازمی تفاوت داره. خود کله گو به چنده؟ خود کله کیلو 150 روپیه. پاک میشه میشکنیم استخونای بیرون میکنی. گفتن که اینا پاک تمیز شوش گرفتم بده. خب چند نفر؟ میشنایم. بسیار خوب، خوشحال شدیم از دیدن شما. خدای پاک رونق بده به کاروبار شما. دوستایی که گوشت میخریم بیایم از این جدا بخریم که گوشت تر تازه اینا دیگه فقط مال شاید 100 بشه. درسته؟ بگوار بکشتم. خب بسیار تشکر از شما. خراب نه. دوستای نازنین در کنار برادری هستین که فکر کنم اینا دیگه از اینا پخته تر به می گنج شاید کم باشن. هستم برادرها دیگه هم هستم. ما خورد از اینا این بلیا. زنده باشیم شما. چند سال میشه قصبی داریم به گنج؟ ما چند سال میشه 10-15 سال میشه که به سلیمی داریم، تقریبا 20 سالی هم میشه که به شهر داریم. چند سال؟ بله. خب چند ساله ایم؟ امکان داره 57 58 باشه. 57 بعد 2 ساله بدیم شروع کردیم قصبی؟ نه بیشتر بدیم. بیشتر بدیم. بیشتر بدیم. خب چند براریم؟ ما 3 برار. به مینجی؟ نه. برادر دیگه شما نه اونا. اجی آقا چی؟ فوت کردن. خداوند بیامرزه. خب لالا از صبح شما گوسپند کشتیم یا گو؟ گو کشتیم. یک چیز دیگه باشه به شما بپرسم، خیلی مردم میگن که از اینا بپرسیم، همین شتورو چرا بین رفت؟ شتورو نی به گنجایه، نی به قشلاقایه، نی به دشت و کوه،
هست شطور هم هست بزی پشت یک دونه میکشن اگه مشتری بیایه میکشن نیامد نمیکشن روزانه اینجا هم کشتار شطور هم داره فکر کنم قدیم 20 سال پیش زیادتر بیشتر بود بود بله یا بیشتر بود همین شطور گوشت نرمی هم داره فایده هم فکر کنم فایده هم درسته؟ داره بله دایم الوقت آدم از او استفاده کنه بی آزار بی مشکلات دقیقاً بله بسیار خوب امروز شما گفتیم گو کشتیم بله گو کش چند دونه یک دونه خب چندی از او بمونده چندی بفروختیم تقریبا 3 قسمت بفروختیم یک قسمتی مونده خب خوبه خدا آه، کریم شکر. میشه ان شاء الله بله. راضی هستیم از کاروبار خوب شکر الحمدلله الهی شکر الهی شکر الهی شکر تشکر از شما قربان سر شما سلامت زنده باشین تیار قربان شما زنده باشین بینندای عزیز در کنار وکیل صاحب قصابایم او وکیل صاحب که بودم مربوط به گنج می شدم گنج عمومی کلن اینا باز وکالت قصبی ها به دوش از اینای درسته؟ بله خب مونده نباشین زنده باشین صحتمند هستیم شکر بخیر سلامته قربان شما اول کنم شریف خود بگید جمع گل ایداری هستم خب از کجا هستیم؟ از سلیمی خب از این خود این منطقه بله خب بسیار خوب چند سال میشه داخل می گنجیم کاروبار داریم شما 15 سال میشه 15 سال بله وکالت چند سال بود شما نه 5 سال میشه 5 سال خب این قصبی از شما نه همین قصه از منه بله خب اینا دیگه قصبی های هست که همین ما 7 روزی که هستیم همینجیه نه اینجا قصه داریم جلوتر این بازار اونجی که اون بله. جدایه بله. همین رو میگم بله اینجا هفته روز گنجه خب این گوار امروز از گنج خریدیم یا نه اینا رو داشتیم نه داشتیم به خونه بیدک بیادم بکشتیم خب چرا گوسفند نمیکشین ما کارمون گوسفند نیه کارمون گوه همین قصبی چی فرق میکنه فرق میکنه گوسفندی سیواه گوی سیواه کسی که مثال میگم گوسفند بکشه گوه نمیتونه بکشه میتونه که دیگه باز ما گوسفند نمیخرن از ما کارمون گوه نه میگم ما نداریم گوسفند خب چرا یکی بکشیم چیکار میشه نمیشه گوه از ما قصه ما پر از گوشت گوه البته گوسفند کمتر فایده داره بله یا گوه که هست فایده بیشتر تر خب گوه اگر از گنج شما بخریم همینجا بکشیم بفروشیم به شما بیشتر صرف میکنه یا ببریم یک دو ماه رو جمع کنیم اگه دیمو جمع کنیم که بیشتر فایده میکنه مثلا یک گوه بخریدیم بله بیاریم رو بکشیم کیلویی بفروشیم چند حدوداً دست آخر میمونه همین فعلا که بازار خیلی گرونه گوه گوشت ارزان اینجا فعلا فایده نمیکنه خب اگه اما از خود خور میشه خب بله یا کلا برار به شما معلومه چند دونه قصه بیا اینجا 20 تا قصه بیا هست منتظر 10 تا بیشتر تر نیه فعلا خاطر که بله مال گرونه گوشت ارزان نمیکشن خب بسیار خوب کدو قصه بی شطور کشته که ما بریم خبر بدیم شطور این قصه پشت اجنی رما نه نموده امرو نموده خب بسیار خوب خوشحال شدیم برار زنده باش تشکر بشینیم لطف کردیم خیلی ببینیم بیننده‌های عزیز آمدیم به یک قصبی که اینا مخصوص گوسپند اینجا میکشم لالا دیگه خلیفه قصابم و همیتا آماده باش سعی کنین که از صبح چند تا بغزاله کشتم چند تا بره اینجا کشتم مونده نباشید سلامت باشین خوب هستم بخیر اول خوبه شکر الان شما خوب سلامت باشید صحیحه کاکا جون میگم برارم خود اینا شاید آدم فهمیدی باشم اسم خود گفته نمیتونی چرا میتونم میتونی بله خوبه دیگه بیننده‌های عزیز از این که لاله یاد بدن که اسم خود خب از صبح چند تا گوسفند کشتی از صبح تقریبا 10 تا 15 تا بکشم 10 تا 15 تا چی بغزاله و بوز کشتم بله بره هم میکشیم بره یک مساج میکشیم نه می بره فروش شما بیشتر چیه بیشتر بغزاله جو بیشتر بغزاله خب گوشت بغزاله کیلو چند میدین یک دقیقه برارا گلم عزیزم سعی کنین به خدا بزی دقیقه هیچ کاری نمیشه نی گوسفنده پیش شما گم میشه نی هم کار شما چیز میشه یک دقیقه ما رو اجازه بدین ما داخل خدایا چی اشتباه بگو دیگه خب بگفتید بغزاله فروش بیشتر بله فروش بیشتره خب کیلو چنده گوشت بغزاله کیلو سنیفسه فرق نه نخر میش و بوز و تکشیات و بغزاله هم یکی نخره ولی فروش بغزاله گوشت بیشتر میشرم به نخر بغزاله منه همه نخره بله اگه کلی مثلا اگه کسی 100 کیلو 100 کیلو یک چیز من شما میگم همین گوشت بغزاله کسی بیه گوشت بغزاله یا گوشت بره بخره گوشت میشرم همین نخره میخره
بعض خوش داره میشه بیشتر دیست را بگذاره او میش میبره بعض مثلا بوز خوش داره کیلو 3.5 3.5 ولی خب 3.5 بغزاله پس بیشتر فروشی نه بغزاله فروش بیشتر ولی بسیار خوب چند سال داخل گنج وظیفه داری من تقریبا 5 سال 6 سال میشه به وظیفه بله از پیار و خودم معامله گوسفند دارم خب بعد از خودم بیام تیم کس کنم 5 6 سال میشه ایتا خوبه مثلا امروز 20 تا گوسفند میکشیم میفروشیم 25 سدی به شما میمونه نه 25 چند نمیمونه بعضی گوسفند 2 ساعت بعضی گوسفند 5 ساعت بعضی گوسفند تون میکنه خود نداره مثلا سعی کنی گوسفند که شما بخریم مثلا بم 6 7000 روپیه به 200 روپیه این بکشیم و پرپوز کنیم و کیلویی و فلان و بهمدان به جنجال میارزه خود دیگه کسم مجبوریم دیگه نه خب پس ایر بگین سعی کنیم اصلا 200 به شما معلوم نمیشه حالا یک کار هست خب بعضی گوسفندا میبینی 1000 فایده بعضی گوسفندا 500 فایده بعضی گوسفندا 1000 تاون هم میکنه بلا تاون شده باشه که تاون کرده باشه او تو گوسفند چرا تاون کرده او گوسفند مثلا بخرید به 6000 مثلا روگا 18 کیلو خرید او 15 کیلو جواب داده یا 14 کیلو یا 16 کیلو جواب داده 15 16 تا 50 تمام پینه بسیار خوب خدای پاک رونق بده کاروبار شما تشکر از شما که از اینکه شلوغ هم است وقت خود به اختیار ما گذاشتیم بینندای عزیز بخشش باشه دیگه برادرها دیگه خیلی ما رو امروز به عذاب کردم وقت به برنامه به پایان میرسه ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم بسیار تشکر از شما که تا این لحظه وقت خود به اختیار ما گذاشتیم لطف کردیم تا فردا شب شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم وقت زیبای شما بخیر